پیامبر قرار میگیرند. پیامبر فرمود، مولانا منتقلش کرد، گفت مؤمنان معدود اختلاف‌ها هست، قرائت‌های مختلف هست. و بله هست دیگه، او علی است و عمر هست دیگه، او شیعه است و سنی هست، او ایرانی است و افغانی هست. تفاوت‌های قومی، تفاوت‌های زبانی، تفاوت‌های برداشت‌ها وجود دارد. گفت مؤمنان معدود یک ایمان یکی، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. مؤمنان معدود یک ایمان یکی، جسمشان معدود دیگه جان یکی. غیر فهم و جان که در گاو و خر است، آدمی را فهم و جان دیگر است. گر خورد این نان، و در فهم شور حیوانی چی است؟ در فهم شور حیوانی در دلیل مولانا است. گر خورد این نان نگردد سیر آن، برکشد بادی نگردد آن گران. تو اگه این حیوانی که بخورد و دیگه سیر نمیشه، اگه این خر بار بکشه و دیگه سنگین وزن نمیشه. باز غیر جان و عقل آدمی هست جانی در ولی آن دنی. جان حیوانی ندارد اتحاد. او که از سریع و بنی آدم اعضای دیگرش شده آفرینش ز یک گوهرن چو عضوی به درد آورد روزگار در عضوها نماند قرار. این وجدان مسلمان است. اگر سنی بدبخت بود من شیعه بدبخت استم. او سنی رو اگر این شیعه بدبخت بود من بدبخت استم. این که در فلان کشور شیعه مشکل پیدا بشه سنی ها جشن میگیرن، در فلان کشور سنی مشکل پیدا بشه شیعه ها جشن میگیرن. این عین حماقت و بلاهت مرد مسلمان است، عین جمهوری از پیام رسالت است و از روح نبوت است. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اگر عربستان سعودی مشکل باشه مشکل عربستان نیست، مشکل همه امت اسلام است. اگر در ایران مشکل باشه مشکل امت اسلام است. اگر در افغانستان مشکل باشه مشکل امت اسلام است. اگر مسلمان شیعه در شهر کل مشکل داشته باشه مشکل امت اسلام است. اگر سنی مذهب مشکل داشته باشه والله مشکل همه مسلمان هاست. چی گفت جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باز. گر خورد این نان نگردد سیر آن، برکشد بار این نگردد آن گران. در اون جنگ او زخمی او تشنه آبش آورد و گلش گفت اینو برادرم را به جنگ و سیر شد هم سیر شدیم. سبحان الله، او کجا و ما کجا سر یک سفره میریم حمله میکنیم. گر خورد این نان نگردد سیر آن، برکشد بار این نگردد آن گران. بلکه این شادی کند از مردان، از حسد میرد چو بیند درد. جان گرگان و سگان از هم جداست. وای بهار کسایی که یک از شیر گد میشن که رسولین سگ میسازن. این سگ از اونش رو گرد از اون میشن. برای تلویزیون خواهد سنید کردن دخویی یاد میکنن. این به او خوش میده، او به او خوش میده. پیغمبر آمد تا اوس و خزرج را کنار هم جمع بکنن. سالها هم جمع میکردن. اول پیغمبر آمد اوس و خزرج را با هم جمعشان کرد. جان گرگان و سگان از هم جداست. پیغمبر همه انبیان رسول امر ویژه پیغمبر همیست که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. توهین نکنید، فحش ندهید، مقدسات همدیگر مقدس بشمارید. رمز اتحاد و عظمت و بزرگی مسلمانان همیست که در آخر گفت چون بیرنگی اسیر رنگ شد، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جمع شد. چون به بیرنگی رسید آن داشتی موسی و فرعون دارند آشتی. خدای عاقبت مرتب کنه. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. ای به ای ظهور ربیع الاعظم امام زمان متصل بگردان، اصحاب برایش مهیا بگردان، ما را با مسئولیت‌های انسانی اسلامی و مذهبی ما بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا در مادر جمع حاضر در غریق رحمت بگردان، اموات جمع حاضر در غریق رحمت بگردان. خدایا مریضات مریض حکمت نرسد بدون برکت بابرات با برکت بکثرت پیغمبر شفای عاجل عنایت بگردان. دستهای ما را امروز خالی برمگردان. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.